یه ویدیویی 2 روز پیش دیدم از یه شخصی که اومده بود گفته بود که من یه سری انتظاراتی از یه سری از اشخاص داشتم توی زندگی، ولی اونا منو فراموش کردن و اون چیزایی که من ازشون انتظار داشتم به من انجام بدن و به من انجام ندادن. هنوز شما انتظار دارین از دیگران؟ واقعا من عجیبه، چرا انتظار دارین از دیگران؟ نگه قراردادی باشون امضا کردین که میگی من انتظار دارم که فلان کارو به هم بکنن؟ نه، از هیچ کس انتظار هیچی ها نداشته باشین. اگه بهتون دادن دستشون درد نکنه، اگه ندادن اصلا انتظار ازشون نداشته باشین. و یه حرف دیگه هم تو اون ویدیوش که زد اومد گفت که آره بابای پول داره ماشین بنز انداخته زیر پای پسرش یا دخترش و اونو در کیفشو میبرن و اون پسر مرد نشده، اون دختر هم که اصلا خانوم مثلا ازت سختی زندگی ها نکشیده. یه سوال داشتم از اون آقا و خانومایی که اینجور محتوا میذارن. شما اگه خودتون فردا پدر مادری شدین، دلتون نمیخواد پسرتون یا دخترتون ماشین بنز سوار شه؟ اون پدر یا مادر سختی کشیده زندگیش، حالا به هر روشی سختی کشیده و اون ماشینا بر پسر یا دخترش خریده که اونا لذت ببرن. حسادت تا کی؟ من نمیدونم.